برگ ریزون ترین رازایی که از سلامت کو. سلامم باید بکنی. نباید بکنی. به بچه چستنمک همینجور میای برگشون رو میریزونی. نه برگ این بیچاره ها ریخته میشه خودش منو میبینن چون ما یک برگشون ریخته میشه 100% برگا کرک و پرای همه میریزه. من که اصلا دیگه کرک و پرم تو اصلا ندارم دیگه. متاسفم. برای چی؟ که سلام نکردم. بکن. نه گفتم ما همیشه تو یه روز کلی ویدیو میگیریم. بعد گفتم که دیگه نمیخواد سلام کنیم، صمیمی میایم شروع میکنیم. اوکی شروع کن. بعد روزشون بکن یه بار دیگه بگو نرینه انقدر بگو. آقا چی بود؟ رازایی که از دیگران میدونین برگی ریزون ترینش مردم تعریف کردن. مرد تعریف بزنه. Let's go. همسایمون حاضر شد دخترش صیغه صابخونه متأهلش بشه ولی از خونه بیرونشون نکنه. این دیگه درد و فقر فرهنگی و اجتماعی و مالی و همه چیز با همه. آره توش هزاران حرفه. ولی خیلی دارکه ها. دختر خودتو بفروشی به یه مرد متأهل به خاطر اینکه از خونه بیرون چه کار میکرد؟ شاید واقعا هیچ کاری از دستش بر نمیومد. خیلی کارا میشه کرد. نه واقعا بعضی موقع گیر میکنه. آخه صیغه مرد متأهل ما جای اونا زندگی نکردیم. نه ولی نه بازم خیلی دارک و تخمیه به نظرم. خیلی چیز تخمیه به نظر من تخمیه. چیزی نمیدونم. نه تخمیه به نظرم. شوهرم علاقه زیادی به پسر خالم داشت. همیشه هم عیدی به اون بیشتر میاد. بعدها فهمیدیم پسرشه. What the fuck؟ شوهر عمم پسر خالم. آره خاله. آره یعنی شوهره با خاله ریخته بودن. با خاله این شوهرمه یارو با خاله این ریخته بوده رو هم. پشمام. یعنی فامیل پدریش با فامیل مادریش ریختن رو هم. از اون زندگی چیزی مونده؟ از اون فامیل دوست دارم چیزی مونده؟ فکر نمی کنم همه چی پاشیده. اولش که گفت شوهرم من علاقه زیادی به پسر خالم داشت فکر کردم دارکه. نه فکر کردم بچه بازه. بعدن دارکتر شد. حقیقتا دارکتر شد. من پرام ریخت. مادر شوهرم دوست پسر داره. چرا اونجوری آقا این یادمون مادر شوهره. آره یه همچی چیزی بود یادم نیستش. یادم یه جا شنیدم. آره مادر شوهرم دوست پسر داره. خوشم نمیاد ازش. میخوام ناشناس به همه پسرش زنگ بزنم بگم یه سال شوهرش مرده تو گو میخوری بخوای دخالت بکنی. تو عجب بیشور برای من تعجبش اینه که تا حالا نشینده بودم یه مادر شوهر دوست پسر داشته باشه. نه از این تعجب. حالا شوهرش مرده دیگه بنده خدا تو گو میخوری زنگ بزنی فضولی کنی. عجب پرویه که مشخص بشه زندگی خودت به هم میریزه. گاییده میشی از مادر هیچ چیزی کم نمیشه. دقیقاً. و به نظر من اون مادر شوهر این عروس رو جر بده. از اون مادر شوهرایی باید باشه که عروس رو جر بده. دقیقاً. چون عروس افعی هستش. میخواد نیش بزنه به مادر شوهر. سرتون تو کونه خودتون باشه. آره چی کار داری بنده خدا چی کار بکنه؟ آره دیگه نوش جونش. زن داداشم میگفت خونه خواهرم هستم ولی فهمیدم با یکی از خونه گرفتن نصف روز اونجاست. داداشم شهر دیگه سر کار. آخه چقدر تخمی. ببین خیانت هم از طرف مرد هم از طرف زن کلا خیلی کیریه واقعا. خیلی فاجعه است اصلا. ولی اینم دیگه خیلی فاجعه تره که تو بری خونه بگیری. خیلی بیشور. برادر شوهرت بفهمه یا خواهر شوهرت یا برادر شوهرت بفهمه. بعد چقدر گناه داره شوهره. خیلی دلم سوختش. بیچاره توی شهر دیگه هم سر کار هستش. زحمت میکشه سر کار میره. بعد تو میری با یکی دیگه توی خونه دیگه. خیلی تو میری کثیف. آره دیگه دقیقا. خیلی باید جنده باشه به نظر من آدم. آره خیانت نکنید. خیلی کار تخمی و گیری هستش. کی تو دهن آدمه. میخواین آقا جون میخواین با یکی دیگه باشین بگین و برین یا ول کنید برین. بذار من خودم رو خالی کنم. بگو. کی
توی دهن آدم خیانتکار. واقعا اصلا که من ندارم توجیهش کردم، ولی کی تمام چست نمکی ها تو دهن آدم خیانتکار. واقعا اصلا از خیانت حالم هم. آره. دایم رفت زندان، هرچی منتظر شدیم حکمش نمی اومد. نگو که زنش با مسئول پرونده دوسته، از عمد این کارو میکنن. بیا چرا هرچی میره جلوی ویدیو داره دارکتر میشه؟ ویدیو خیانت چرا؟ چجوری؟ یعنی ریخته رو هم. آره دیگه میخواد که دایه از زندان نیاد. اینم همینجوری. اون مسئول پرونده هم که از خداشه. زن دایید منده است. منده بوده از اول یا منده شده؟ در صورت منده است. نهادینه منده بوده که همچین گوهی رو خورده. دایه که حالا برای هرچی رفته، برای هرچی هم رفته باشه بازم خیانت کار کیریه. اونم اینجوری. وای خیلی تخمی ها. فکر کن اصلا دیگه همه امید دایی زنشه، بعد زنش داره به مسئول پرونده میده. خیلی چیز دارکیه. اصلا واقعا دنیا جای تخمی شده. زن همسایمون باردار بود، شوهرش هم شهرستان کار میکنه. بعدها فهمیدیم با شوهرم بوده و بچهش از شوهر من. این ویدیو چرا اینقدر داره کثافت میشه؟ واقعیه؟ چجوری فهمیدن بعد؟ شوهر بیچاره شهرستان کار میکرده، این با شوهر تو ریخته رو هم. بعدن بالاخره میدونی هر موقع که یک نفر خیانت میکنه تهش میدونی من به چی فکر میکنم؟ به اون بچه‌هایی که اینجوری به دنیا میان و میفهمن. به دلم برای اون بچه‌ها میسوزه که بیگناه به این دنیا از میان. زندگی ننشون و کسکشی باباشون میان به این دنیا. بعد اون بچه‌ها حالا معلوم نیست سرنوشتشون چی میشه، آیندهشون چی میشه. خیلی گناه دارن. هزار تا چیز روحی هم باید دست پا. واقعا یه عمرم روش حرومزاده میمونه. آره بهش میگن دیگه 100%. چقدر زجرآور و چقدر تخمیه. به فکر خودتون نیستین بچه دارم میشین. چه گوهایی میخورن جدیدن، چه گوهایی میخورن یه سریا. یادمه یه روزایی انقدر این چیزا عادی نبود. اولین فیلم خیانت پخش شد، یه مرد با دوست دخترش توی خیابون بودن، زنش موچشو گرفت. یادمه زنه داشت پیچید. یادمه انقدر که مثلا این چیزا عادی نبود، اون دیگه پیچید مثل بمب صدا کرد. حالا ببین بچه‌ها خیانت نکنه، خداییش خیلی کار تخمی کیری هست. واقعا حتی اگه مثلا یه دوست دختری هم دارین که همینجوری الکی باهاشینا، یعنی سطحی، یا یه دوست پسری دارین همینجوری سطحی هم باهاشین، بازم به همون رابطه سطحی هم خیانت نکنین. این نمیخوامت خوشمون آره دیگه خداحافظ. چی کار دارین یارو رو قلبشو میشکنین، احساس و عواطف و همه چیشو داغون خیلی بد روی آدم تاثیر میذاره. کل زندگی آدمو نابود. دقیقاً. و این که نکنید، خداییش نکنید از این خیلی کارا. ویدیوی تخمی. آره فکر کردم مثلا چیزه. ببین در این حال شوک آور بود. همین وارد شوک اساسی شدم. نمیتونم بریم تا ما هم نفهمیدیم از یکی دیگه هستیم اینجا با این چیزایی که دارم میبینم. ولی بعید نیستش. بریم ویدیو رو تموم کنیم. خداحافظ.